در سال 2022 در جهان 67 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری کشته شده‌اند. دوام سال 2022 در سراسر دنیا 67 روزنامه‌نگار و دیگر کارمندان رسانه‌ها کشته شده‌اند. این بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. در این باره در گزارش تازه کمیته حفظ روزنامه‌نگاران SPG خبر داده شده است. به اطلاع SPG هنگام انعکاس حادثه‌های اوکراین 15 روزنامه‌نگار و کارمندان رسانه‌ها کشته شده‌اند. در گزارش آمده است که 13 تن آنها هنگام جمع‌آوری اطلاع و یا گزارش دادن کشته شده‌اند. سازمان می‌نویسد بیشتر کشتارها در ابتدای جنگ روسیه ضد اوکراین صورت گرفتند. آخرین کشتار کارمند رسانه‌ها در اوکراین در ماه می سال 2022 رخ داده است. آن زمان نواربردار فرانسوی فردریک لکلرک امامخوف در اتوبوس حامل اوکراینی‌ها از بمباران روسیه فرار می‌کرد و زخمی شده دیرتر فوت دیده است. برخی از روزنامه‌نگاران گفتند نظامیان روسیه آنها را برقصدانه به هدف می‌گیرند. خطرناکترین منطقه برای روزنامه‌نگاران در سال 2022 آمریکای لاتینی بوده است. در این منطقه در مجموع 30 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ها کشته شده‌اند. همه آنها به انعکاس موضوع‌های از قبیل جنایتکاری، فسادکاری، خشونت گروه‌های جنایی و مشکلات محیط زیستی مشغول بوده‌اند.